بیایم این گل زیبا رو فقط با 15 تا گلبرگ که همینقدر حجم هست درست کنیم. احتیاج داریم به یک کارت بانکی و یک تیکه روبان رو دقیقاً 15 بار دور کارت بانکی میپیچونیم و ابتدا و انتهای اون رو برش میدیم و سپس با فندک حرارت میدیم و ابتدا و انتهای گلبرگمون رو مطابق ویدیو تا میزنیم و چسب میزنیم و همه گلبرگ ها رو به همین شکل تکرار میکنیم تا 15 تا گلبرگمون آماده بشه. حالا گلبرگ اولمون رو مطابق ویدیو ساقه گذاری میکنیم و دور ساقه میپیچونیم. تمام گلبرگ ها رو به همین شکل دور ساقه و گلبرگ های قبلی میپیچونیم. گلبرگ سوم رو دقیقاً روبروی گلبرگ دوم قرار میدیم. گلبرگ های چهارم به بعد رو دقیقاً جای قرار میدیم که دو گلبرگ قبلی به همدیگه متصل شدن، یعنی دقیقاً اون جای خالی که توی گل احساس میکنین. همین روش رو ادامه میدیم. دقت کنید که گلبرگ ها رو به صورت نامرتب روی گل بذارین که در نهایت جلوه طبیعی تری بده. حتما سیوش کن که به دردت میخوره و با لایک و کامنت از هم